ذهبنا الى الغابتی، ذهبنا الى الغابتی، ترجمهش ما به جنگل رفتیم. ذهبنا الى الغابتی، ما به جنگل رفتیم. پس اعرابش چی است؟ ذهبنا الى الغابتی، پس میگوید ذهبنا، اول ایره میگوید بعد میگوید ذهب. فعل ماض مبنی على السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرکی. دیدید؟ پس ذهب آخرش رو فتحه گفتم، اما در اعراب میگیم فعل ماض مبنی علی السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرک. برای چی مبنی علی السکون گفتم؟ برای ذهب نه، اون بالا را نگاه میکنیم، نه اینکه ذهبه که بعد برای اعراب میگوییم، نه، اون ذهب نه، اون را آخرش را نگاه میکنیم مبنی علی السکون است، پس میگیم که مبنی علی السکونی. خب فعل ماضی آخرش سه حالت دارد. فعل ماضی آخرش سه حالت دارد، یعنی مبنی علی الفتح میشود. مبنی علی الفتح حالت یکمش، اگر فعل ماضی را در آخرش یگان ضمیر نباشد و حرف آخرینش حرف صحیح باشد. ببینید ذهب فعل ماضی مبنی علی الفتح، یا الف مثنی اگر باشد همچنین مبنی علی الفتح است. ذهب دو کس رفتن، ببینید مبنی علی الفتح. یا در آخرش تی تانیث پیوست شود، ذهبت، ذهبت هم مبنی علی الفتح است. ذهبتا مثنیش هم مبنی علی الفتح است. دیدید؟ پس حالت یکم فعل ماضی مبنی علی الفتح بوده است، در آخرش یگان ضمیر پیوست نشود یا ضمیر مثنی پیوست شود. و دوم حالتی فعل ماضی این مبنی علی الضم می شود. در کدام صورت؟ همون صورتی که آخرین حرفش حرف صحیح باشد و بعدش واوی ضمیر جمع پیوست شود، مانندی ذهبو. ذهبو، دیدید؟ ذهبو. پس فعل ماضی مبنی علی الضم هست. برای چی؟ به خاطر آنه که در آخرش واوی ضمیر جمعی مذکر پیوست شد. این دومین حالت است که مبنی علی الضم می شود. سومین حالت فعل ماضی مبنی علی السکون می شود. کی مبنی علی السکون می شود؟ وقتی که در آخرش ضمیری متحرک پیوست شود، ضمیر متحرک رفع پیوست شود، مانندی ذهبت، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتم، ذهب. دیدید؟ اینها همه یا ضمیر نون پیوست شود، نون جمع مؤنث، ذهبنا، ذهبنا. دیدید؟ مبنی علی السکون شد. پس فعل مضارع را آخرش، فعل ماضی را آخرش سه حالت داشته است: مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون، مبنی علی الضم. در اینجا ذهبنا، این نا ضمیری متصلی متحرکی هست، ضمیر متصلی رفع متحرکی هست. از این حساب این فعل ماضی مبنی علی السکون شد. پس ذهب فعل ماض مبنی علی السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرک. انا اکنون نا این چی است؟ ذهب نا. نا میگوی ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. دیدید؟ اکنون سوال، چرا این رو میگم ضمیر رفع متحرک؟ ضمیر رفع متحرک چرا این را این طور نام میبرن؟ زیرا اینکه این کلمه نا در محل ضمیر رفع است، یعنی در حالت رفع می آید، یا فاعل یا نایب فاعل، در حالت رفع می آید. یکم. دوم که متحرک است، ببین حرکت دارد. ذهب نه، ذهب تا، ذهب توما. دیدید؟ حرکت دارد. از این حساب ایرا میگه ضمیر رفع متحرک. ضمیر رفع متحرک از این جهت میگوین این کلمه ها را. و ضمیر متصلش میگیم چرا؟ زیرا اینکه در فعل پیوست میشود، میچسبد. ذهب نه. دیدید؟ ذهب نه در فعل چسبیده است. از این حساب میگه ضمیر متصل. متصل چسبیدگی، پیوست شدگی. مبنیون یعنی مبنی است، معرب نیست.
آخرش تغییر نمی‌یابد، همیشه آخر یه حالت است. علی سکونی یعنی بیناش بر سکون است. فی محل رفع فاعل، در محل رفع فاعل می باشد کلمه نا، ضمیر متصل. پس این بود اعرابی ذهبنا با تفصیل و با کشادن همه عباره هایش. بعد از این الى الغابتی، الى حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. گفتیم حرفا همشون لا محل هستند در اعراب. الغابتی اسم مجرور بحرف جر و علامت جره الكسرة الظاهرة على آخره. الغابتی اسم مجرور است، علامت جرش کسره آشکارا در آخرش است. انا اکنون الى الغابتی، این جار و مجرور چی است؟ میگه والجار والمجرور متعلقان بالفعل ذهبنا. پس این جار و مجرور متعلق میشوند به فعل ذهبه که در اول جمله هست. ذهب نه، بر فعل ذهبه متعلق میشوند. پس این بود سومین